هنوزم برای ساخت فارم کلی خرت و پرت میذاری و هزینه میکنی. یه تا روش ساده شو بهت یاد بدم. اولش فارم سنگه که واقعا فارم سنگ رو اینطوری میسازی و کل خرت و پرت براش میذاری. یه فارم یاد بدم که فقط یه باکت نیاز داره. 10 تا خاک رو اینطوری روی زمین میکنی. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 و 10. یه ورش آب میذارید و یه ورش هم سنگ و شروع میکنید به کندن و میاد این گوشه شروع میکنید به کندن سنگ. خودش هم میاد تو اینوینتوری. بعدش فارم گندم یا فارم گاو یا هر فارمی که مربوط به غذای، هیچ کدوم از اینا لازم نیست. بذارش بیاد هر تعدادی از اینا رو که میخوای بکار و بالاش اسلپ بذار. مثل برق و باد براش روشن کنه. تو روز حداقل 15 تا میتونه اگه کنار فارم AFK کنی. بعدش هم فارم آهنه که نمیشه ساختشو ارزان تر کرد. فقط یه راهنمایی بکنم که از این ویلیجره یه ویدیو دیگه. خدا نگهدار.